پدر نارکومن نعوذ بالله، فرزندای میگفتن که اگر پول نتی آق میکنم. بیچاره گرفتاری مواد مخدر، شب و روز لیریک زده خواه میره، آبای دهنش عقیدگی، نه دین نه دنیا نه زن نه فرزند، هیچی اپای هیچی نه، فقط اپای همون دارو وابسته شدگی. چیکار کنیم؟ اصلا شریعت مهربان است برای مردم و گرفته تبابت کردن نکن تا به قدری که میشه تبابت روحی و جسمی، تا اینکه از همین باز است. دکترها باید من زمانه ها پیش رفت، معالجه ها پیش رفت. این دردی سر و این دردی قند، بیماری قند و این بیماری مثلا فشار و این بیماری ها بیماری های بخیر است. بنده رو به الله تعالی عقلا نزدیک میکند. روزی که فشارش بلند شد ذکرش بسیار، روزی که قندش بلند شد ذکرش بسیار، همیشه در طاعت و عبادت. اما آدمی که به مواد مخدر ناموسش میفروشد، غیرت و ناموسی مردیش از دست میدهد، دینش از دست میدهد، دنیاش از دست، پروا نداره در خانه برنج هست، نان هست، دخترش با کی گپ میزند، پروا نداره زنش چیکار کرده. مهم این که همون کریستال یابد خورد. این درد دینی است. برای طبیبا، حاضر طبیبای هم اسلوبی کهنه که طبیب نشوید که همیا خانده آمده در یک اتاق میشینید، بیمار اومد، بیمار بیگان دارو نوشته میتید، تمام. نه، شما پیشروی فکر کنید. این خیلی بیماری های پیشش گرفتن یا دارو باشد که همین آدم داروی خورده دیگه طبیعتش مواد مخدر نکشد یا عرق نکشد، از همون وابستگی غلامی براید. برای این چیزا فکر کنید، خانه پیشروی کنید. قدمی پول گرفته 10 سوم داروی نوشته داده، فلان اپتیک رفته از فلان اپتیک خرید دارویی که فایده نمیتید، چون که باید داروساز این به دکتر پول میتید.